کارمند فروشگاه. کارمند بودن در یک فروشگاه یک شغل مهم و رایج در نروژ است. فروشگاه‌های مختلف زیادی وجود دارد مانند لباس، فرنیچر، ابزارآلات، غذا که در آن وظایف مختلف وجود خواهد داشت. در این فیلم خواهید دید که کار در خوراک فروشی چگونه است. فروشگاه کوپکسترا در فلورو 20 کارمند دارد. این فروشگاه هر روز باز است و کسانی که در آنجا کار می‌کنند به صورت شیفت کار می‌کنند. این به این معنا است که بعضی از افراد به طور مثال از ساعت 7 صبح شروع به کار می‌کنند، اما بعضی کسان به طور مثال از ساعت 4 بعد از ظهر شروع به کار می‌کنند. بیشتر اشخاص بدون توجه به شروع وقت کارشان 7.5 ساعت در روز کار می‌کنند. اولین کاری که هنگام رسیدن به کار میکنید این است که لباس کار را بپوشید و خود را ثبت نام کنید. پس از ثبت نام باید لیست مسئولیت ها را چک کنید. در لیست مسئولیت ها نوشته شده که چه کسی چه کار را در طول شیفت خود انجام بدهد. کارهای مختلفی وجود دارد که باید در یک فروشگاه انجام شود. یک چیز طبیعی است که شما در یک روز کاری خود کارهای مختلف میکنید. برای مثال روز کاری شما میتواند با نشستن شما در پشت داخل که اکثرا کاسه نامیده می شود شروع می شود. در آنجا به مشتریان خوش آمد می گویید، چیزهایی را که مردم می خواهند بخرند اسکن می کنید، پرداخت را قبول می کنید و به طور مؤدبانه به سوالات مشتریان جواب می دهید. اکثر خوراک فروشی ها یک قسمت جداگانه در فروشگاه برای میوه و سبزیجات دارند. در اینجا باید مطمئن شوید که اجناس روبروی شما خوب و تازه باشند و در جایی که مناسب است قرار داشته باشند. باید میوه و سبزیجات خراب یا خیلی قدیمی را که هستند جمع کنید و باید اجناس تازه و جدید را به جایش جابجا کنید. میوه و سبزیجات تازه و سایر اجناسی که فروشگاه میفروشد را می توانید در انبارخانه پیدا کنید. در انبارخانه شما باید اجناس را تحویل بگیرید که با تریلر وارد می شوند. باید چک کنید که فروشگاه اجناسی را که فرمایش داده دریافت کرده باشد. از انبارخانه نیز باید اجناسی را برای بازگرداندن ارسال کنید. به عنوان مثال مجلات هفتگی و بوتل‌های خالی که مشتریان به دستگاه در فروشگاه انداخته‌اند. حفظ نظم و مرور کلی از انبارخانه مهم است. سپس برای همه کسانی که در فروشگاه کار می‌کنند راحت‌تر می‌تواند اجناس مورد نیاز خود را پیدا کنند. به عنوان مثال اجناسی قرار است در قسمت خشکبار فروشگاه قرار داده شوند. در قسمت خشکبار اجناس‌های مانند آرد، شکر، ماکارونی، ادویه و برنج را می توانید پیدا کنید. در اینجا همچنان حفظ نظم مهم است. شما جنس را در جای صحیح قرار می دهید. جنسی را که تاریخش تمام شده را جمع می کنید و قدیمی ترین مواد را در پیشرو قرار می دهید. اگر دیدید که از یک جنس کم است باید تعداد بیشتری را از انبارخانه بیاورید و دوباره در تاقک ها جابجا کنید. باید داشته باشید که به مشتریان کمک کنید و لبخند بزنید. در قسمت محصولات نان باید مواظب حفظ نظم و پاک نگاه داشتن آن در دستگاه برش نان باشید. زمانی که شما در یخچال و با اجناس یخزده کار میکنید مهم است که باید تاریخ و جابجا کردن آنها را به صورت درست بررسی و در جای مناسبش قرار دهید. بدون در نظر داشت این که در کجا و در کدام فروشگاه کار میکنید مهم این است که باید نظم داشته باشید و با مشتریان و کسانی که کار میکنید رفتار خوب داشته باشید. فرصت های زیادی برای کسانی که میخواهند در یک فروشگاه در نروژ کار کنند وجود دارد. اکثر فروشگاه ها نیاز به کارمند دارد، به طور مثال نصف روز و روز کامل. هنگامی که در یک فروشگاه کار میکنید با افراد مختلف ملاقات میکنید، با همکاران خود تفریح می داشته باشید و بسیار در حرکت هستید و در طول یک روز کار خود روی چیزهای مختلف کار میکنید.